تا حالا شده دلتون بخواد فقط 4 ساعت بخوابید ولی صبح مثل کسی باشید که 8 ساعت خوابیده، سرحال و آماده؟ خیلی ها دنبال این راز هستن. امروز میخوایم ببینیم از نظر علمی چطور میشه خواب کمتر داشت ولی انرژی بیشتری گرفت. اول باید بدونیم چرا بدن به خواب نیاز داره. خواب 2 مرحله اصلی داره. یک، خواب عمیق. بهش میگن نرم، مثل تعمیرگاه بدنه. اینجا بدنت خودشو ترمیم میکنه. سیستم ایمنی قوی میشه. انرژی ذخیره میشه. 2، خوابی رویا. بهش میگن رم، مثل دفترچه حافظه است. مغز اطلاعات روز رو مرتب میکنه. احساسات رو پردازش میکنه. خلاقیت و یادگیری بالا میره. یک خواب کامل 8 ساعته چند بار این 2 مرحله رو پشت سر هم تکرار میکنه. اگه این چرخه ناقص بشه، حتی با 8 ساعت خواب هم میتونی خسته باشی. خب، حالا چطور میشه کمتر خوابید ولی با کیفیت تر؟ اینجا چند روش علمی داریم. یک، خواب پلیفازیک. Polyphasic sleep. تقسیم خواب به چند بخش در شبانه روز، مثلا 4 ساعت شب چرت‌های 20 دقیقه‌ای. داوینچی و نیکولا تسلا امتحان کرده بودن. ولی خیلی سخته و برای همه مناسب نیست. 2، محیط خواب عالی بساز. اتاق تاریک و خنک از 18 تا 20 درجه. بدون نور آبی موبایل و لپتاپ قبل خواب. بالش و توشک مناسب. 3، تنظیم ساعت بیولوژیک. Circadian rhythm. همیشه در ساعت مشخص به خواب و بیدار شو. صبح 10 دقیقه در معرض نور آفتاب باش تا بدنت بفهمه روز شروع شده. 4، سبک زندگی درست. ورزش کن ولی نه قبل خواب. شب غذاهای سنگین یا کافئین نخور. نوشیدنی‌های آرامبخش طبیعی مثل بابونه میتونه کمک کنه. 5، قدرت چرت کوتاه. Napping. چرت 20 دقیقه‌ای مثل دکمه شارژ سریع برای مغزه. ناسا نشون داده یک چرت 26 دقیقه‌ای میتونه کارایی خلبان‌ها رو 34% بیشتر کنه. یه نکته مهم، خیلی ها فکر میکنن میشه همیشه فقط 4 ساعت خوابید و سالم موند. این یک افسانه است. بدن بیشتر افراد به 7 تا 9 ساعت خواب نیاز داره. کمخوابی طولانی مدت میتونه باعث ضعف سیستم ایمنی، مشکلات قلبی، چاقی و دیابت، کاهش تمرکز بشه. اما خبر خوب اینه که اگه کیفیت خواب رو بالا ببری، با 5 یا 6 ساعت هم میشه خیلی سرحالتر بود و عملکردی نزدیک به 8 ساعت داشت. پس یادمون باشه کیفیت خواب مهمتر از طولشه. با درست کردن محیط خواب، داشتن برنامه منظم، استفاده از چرت‌های کوتاه و حتی روش‌های خاص مثل خواب پلیفازیک میشه زمان خواب رو کمتر کرد و انرژی بیشتری گرفت. ولی هیچ وقت سلامتت رو فدای کمخوابی نکن. خواب خوب یک سرمایه است برای موفقیت و طول عمر. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک کن، سابسکرایب کن و برامون تو کامنت ها بگو که توی روز چند ساعت میخوابی و آیا سرحال هستی یا نه.